ضمن برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا زن 41 ساله نویه شهرستان که سال 2014 با ماده 239 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمان تشکیل و نگهداشت فاحشه‌خانه دلگی یا زن جلابی دستگیر کرده شد. برای عین جرم دلگی و تشکیل فاحشه‌خانه زندانی شده بود. گمان شونده از 3 ینور سال 2023 تا 16 دکبر سال 2023 خانه استقامتی مرد 38 ساله ساکن همین نویه را به اجاره گرفته برای علاقه جنسی نمودن به مرد 34 و زن 46 ساله ساکن نویه شهرستان شرایط معین نموده بر عوضش 600 سامانی همچون مکافات پول گرفته است. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 239 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. 14 ینور سال 2024 تخمین ساعت 18:40 راننده автомашین تمغه مرسدس بنز پرتوبوف ملیک سال تولد 1964 ساکن نویه مشجو هنگام حرکت از سمت نویه مشجو به سمت شهر خوجند در حدود شهر سیهون جماعت دیوت خولمت و نویه باباجان غفوروف از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد خوجایف علیشیر سال تولد 1988 ساکن شهر دوشنبه را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد خوجایف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 36 ساله ساکن نویه رودکی در دوام سالهای 2019 تا ماه اپریل سال 2020 با زن 64 ساله ساکن نویه باباجان غفوروف شناسایی پیدا نموده با روی فریب به باوریش در آمده برای تجارت از نام برده در چندین مرحله به مبلغ 115,000 سامانی گرفته به منفعت شخصیش صرف نموده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. و شعبه وزارت کارهای داخله در نویه اسماعیل سامانی عریضه مرد 27 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که 2 دکبر سال 2023 تقریبا ساعت 16:00 شخصان نامعلوم با روی پنهانی از داخل مغازش در مرکز سودای تاجیکستان سابق توم یک عدد تلفن موبیلی تمغه آیفون 13 پرو که ارزشش 7000 سامانی را تشکیل می‌دهد دزدیده از جای حادثه غیب زده است. هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 26 ساله شهروند جمهوری مولداوا موقتا استقامت کننده شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه یوم با عریضه مرد 52 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که ماه اکتبر سال 2023 شخصان نامعلوم با روی پنهانی از چراگاه دیهشان 6 سر چارهای معده شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 12,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 26 ساله ساکن امین نویه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد.